هر مسجدی، در هر درسی طرف میاد یک روایتی رو بیان میکنه بدون سند. حق دارید، مسئله دین شماست، مسئله آخرتتون است. بلند شید جناب ملا، جناب دامالله، جناب آخوند، این روایتی که گفتی از کجا گفتی؟ تو کدام کتاب اومده؟ علمای حدیث در مورد این حدیث چی گفتن؟ یک ملا این بالا میشینه، همه مثل بوم نگاه میکنن، هیچ کی نمیپرسه که این حرفایی که تو داری میزنی از کجاست، این دلیل چیه؟ مثل اون آخوند صوفی که میگه شیطان به خاطر این از بارگاه الله متعال رانده شد که من خدا رو به یگانگی پرستش میکنم و غیر از خدا به کسی دیگری سجده نمیکنم، به خاطر همین رانده شد. خب اونجا این همه فرد نشسته بودن، تاجیک، ازبک، ترکمن، قزاق، قرقیز، مهاجرینی که در روسیه هستن نشسته بودن، همه داشتن گوش میدادن. یکی بلند نشد از بین بگه خب جناب آقا این حرفی که تو زدی در کجا آمده؟ در آیه قرآن هست؟ در حدیث پیامبر هست؟ یک دروغی رو گفت، کسی اصلا صداش هم در نیومد.